سلام دوستان عزیز، دوباره خوش آمدید به یک ویدیوی دیگر از کانال یوتیوب افغانی گیمرز. امید است تمامتون خوب و خوش حال باشید. امروز قرار است با هم بریم رویال پاس M14 را ببینیم و همراهش لباسی که در M13 میآید، یعنی لباس اولتیمیت را با هم میبینیم. اما پیش از اون کانال یوتیوب افغان گیمرز را سابسکرایب نمود و زنگ لایک کنار رو بزنید که ویدیوهای بعدی را از دست ندید. اگر از ویدیو خوشتون اومد ویدیو را لایک کنید، یک کامنت انگلیسی بگذارید، خیلی خوشحال میشم. خب بدون معطلی میریم سراغ ویدیو. خب دوستان عزیز، در قدم اول ریال پاس M14 رو میبینیم دوستا. خیلی زود تیر میشیم و یک قسم یک موی داره. در لیول یکیش یک دانه لباسک داشت و در لیول 15 هم یک دانه ایموت داره که قسم یک ایموت که ساده است و قسمی که میبینید همچنان رایگان هم است. ساده میگم اما خوب است، به نظر من خوب است. و یک دانه آواتار M14 رو داره که در لیول 15 میتونید همراه ریال پاس یک جا بگیرید و یک دانه کلیوانت است دوستا. چیز خاصی نیست. ما به خاطر ریال پاس رو براتون تیز رفته میگم که با خاطر که در آخرش یک دانه لباس اولتیمیت خیلی جالبی رو میبینیم دوستا. و در لیول 23 یک دانه عینک است که رایگان گرفته میتونید بدون ریال پاس کردن دوستا. و این عینک مربوط میشه به لباسی که در لیول 23 میتونید رایگان بگیرید و یک سیت کاملا زیباست. و پاوجی موبایل به خاطر که یوتیوبرها ازش شکایت کرده بودن، ما اورم در تیک توک مونده بودم دوستا ویدیوش. حالا دمو ریال پاس های رایگانش هم خیلی چیزای خوب میمونه، دست درد نکنه. و دوستای عزیز به احتمال زیاد در ریال پاس های بعدی اسکین های موتر اضافه میشه دوستا. و همچنان در M14 یک اسکین کشتی اضافه کردن دوستا. این قسم یک ایموت داره، ایموت میتیک است. به نظر ما به خاطر میتیک بودنش ساده است، یعنی به خاطر که میتیک است یکم کم باید سرش کار میکردن، یکم که ایموتو درازتر جور میکردن، اینجا رو خوب نیامدن. خب دوستا یک چیز جالب و دوست داشتنی خیلی قشنگ اضافه کردن که اینجا اسکین شاتگن است اما خیلی زیباست در لیول 35. نظر ریال پاس های قبلی که چیزای اشتکانه را آپلود میکردن، اینجا یک اسکین خیلی زیبا جور کردن، سرش کمی زحمت کشیدن. و در ریال پاس M11 M12 قسمی که براتون گفته بودم خیلی چیزای بدر نخور بود. و در این ریال پاس M13 و M14 سرش کمی زحمت کشیدن اینا و دستایشان درد نکنه. البته بعد از اینکه یوتیوبرها خیلی شکایت کرد که در ریال پاس خیلی چیزایی بدر نخور آپلود میکنی. و در لیول 40 هم یک دانه اسکین M47 است، میک 47 اما سلای بدر نخور اضافه کردن. و یک چیز خیلی جالب که من متوجه شدم دوستا، در اینجا 3 دانه پارچه میتیک است در ریال پاس، یعنی کسایی که میخوان چیز میتیک فیشن شون براشون خیلی کمک میکنه. یک دانه ماسک است، یک دانم کلاه است، یک دانم خود لباس. خب 3 پارچه میتیک در ریال پاس شما گرفته میتونید. و چیز جالب و قشنگ اینجاست اینی لباس است دوستا. و ایموت های خیلی قشنگ داره نظر به لباس های اولتیمیت قبلی. این لباس اولتیمیت به نظر من خیلی زیباست. خب دوستا این تریلرش است، ایموتش نیست، فقط تریلر است دوستا. و این قسم داخل بازی نمیشه اما شباهت به می یک دانه ایموت داره و ایموتش هم با هم میبینیم دوستا. و این تریلر اول خلاص شد یک بار. خب اینی شاید شما بگوین که چیست. این لباسی است که در ویدیوی قبلی براتون معرفی کرده بودم، لباس اولتیمیتی که در سیزن 14 میاد. خب دوستا اینجا یک چیز خوب هم اینجاست که اسکین AWM داره و یک دانم اسکین DBS. اینا هر دوش میتیک است. و اینی ایموتش دوستا، قسمی که براتون گفتم شباهت با مو یک ایموت داره. خب من از یک چیز اینجا شکایت دارم، باید با می یا لباس یا همین سلاحی که اینجا میاد یک دانه کیل مسیج اضافه میکرد، به خاطر که سر این لباس ها یک مصرف میشه و با همین خاطر باید یک کیل مسیج میداد که این لباس به خاطر که اولتیمیت است، یعنی از میتیک یک لیول بالاتر است، یا با لباس یا با سلاحی که اینجا میاد باید کیل مسیج میداشت. و این AWM که اینجاست میتیک است اما کیل مسیج نداره. این DBS میتیک است، این چیز نداره. میتیک بودنش چی به درد میخوره؟ باید داخل بازی ما نشان داده بتونیم که این چیز میتیک است که ما داریم. خب دوستا این لباسی است که اولتیمیت است و 2 پارچه اولتیمیت است. با احتمال زیاد در نزدیکی ها یک دانه تایتل مربوط لباس های اولتیمیت اضافه میشه، یعنی فعلا 4 دانه اولتیمیت هر کس داره. کسایی که یوتیوبر هستند سر اکانتشون مصرف کردن، چون که 2 بار لباس اولتیمیت اومد، از هر دوش 2 پارچه
التمیت برآمد و 4 دانه التمیت دارن. با اومدن این لباس و لباس بعدی 8 دانه التمیت هر کس می داشته باشه و لباس فرعون هم التمیت میشه با اون 9 تا میشه و لباس فرعون جدید هم التمیت است با اون 10 تا و به احتمال زیاد یک دانه تایتل اضافه میشه با این نزدیکی ها در پابجی موبایل تایتل التمیت. به احتمال زیاد او هم تایتل به احتمال زیاد همین قسم روشنی خواهد داشت، البته حرکتی خواهد بود و زرد می باشه. تا حالا چیز زرد نداشتیم، تایتل زرد نداشتیم، تایتل سرخ داریم مثل تایتل های میتیک فیشن و کانکرور و تایتل های لژندری است مثل تایتل های ارینا ماستری تایتل ها و تایتل زرد نداشتیم. این تایتل زرد می باشه و حرکتی می باشه به احتمال زیاد. خب این هم اسکین ای است که خیلی جالب است و داخلش حرکت میکنه، یک چیزی به خاطر میتیک بودنش باید یک قسم می بود. اسکین دی وی اس ببینیم، به احتمال زیاد دوره نشان داد، ما مصروف گپ زدن شدم. خب و اینی ایموتش هست دوستا. این چیست؟ هیچ به ایموت نمیمانه که هیچ چیز نداره. خب دوستا اینی هم بایککش هست، لیول 1 قسم یک چراغک است، لیول 2 یکم بهتر میشه، لیول 3 کلان میشه باز. خب یعنی در این سیزن چیزهای عجیب غریب آورده، یعنی پابجی موبایل سرش کار کرده در این سیزن. قسمی که دیدید در ویدیو قبلی که براتون گفتم چیزه صندوق پریمیوم یک دونه بایک داشت، خیلی جالب بود. خب این هم اسکین بیزون است، پی پی 19 بیزون که اسکینش لژندری است اما خوب است. کسی که چیز داره اسکین های میتیک یا آپگریدی داره ایره چی بادرد میخوره. این اسکین ها را کسی استفاده نمیکنه و خاطر که مردم آپگریدی داره سرش مصرف کرده، کیل مسیج کرده، ایره چی کنه. خب بازم از نیست کرده خوب است. کسایی که مثلا مستمد 10 یوسی میزنه با 10 یوسی میتونه یگان تایش بکشه دوستا، یک قسم یک چانس هست دوستا. خب این قسم یک مولتوپ است، در دورش مار پیچیده و اسکین بم داره، خوب است، بد نیست. و فراشته این لباس خیلی ساده است، سعی کنید. یعنی یک دونه چیز است که یک پراشتی است که باید در رویال پاس باشه، در صندوق های پریمیوم، در صندوق های کلاسیک باشه. یعنی لباس پراشتش خیلی ساده است. خب دوستا در آخرش در نادام بیمزه کردم امرای همه پراشتش. ویدیوی امروز تا همینجا بود. اگر از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب نمود و زنگوله کنارش بزنید که ویدیوهای بعد رو از دید. خب دوستا تا ویدیوهای دیگر خدا یار و نگهدارتان.